من فنی اکولوژی درس میگم و اویدی همین راستنی گفتنی هستم. این کوکو ادوانچی بوس خلق به خانه سازد میگن. این تمامی عضوهایش تبابتی میباشد. گولاش ژلچگان میگن برای تلخدان جگر. ایمونیتیت بالان میکند. این برداشت اگر جای سویا و خشکده چای کرده میشی توزه میکند و جگر تماما ژلچنه کشیدی کرده پایداش کلون ریشش حتی برای کسلی های هم سرطان پایده آورد و بسیار رستنی همه جا هم میروید هم تبابتی لیکن من در جاهای توزه اگر تیار کنیم چیده باز پایداش کلوتر است.